سوالی من درباره مسئله ازدواج بود. کمی مسئله دراز است، اما من خلاصه تر کرده میگویم که وقتی شما با بینندگان رو بسیار نگیرم. از خب شما خواستم مصلحت پرسم. من 22 ساله هستم. در جستجوی همسر صالحه بودم. بعد این خشای من مثال دخترای خالم، دخترای عمیم، اینا حجاب شرعی طرف استاد نیم برهنه میگردن. بعد من عموما برای من معقول نبود که من از خشام مثال زنگیرمو خشامونو کلین کنیم. بعد اکثریت میگویند که از اینترنت دختر نکو، دختری ناز اینترنت نمیشیند. من برعکس از اینترنت دختر گفتم. بعد الحمدلله الله یا دختری رو در روبرویم قرار گذاشت که از اونه که انتظارش رو داشتم دیندارتر برآمد. ما با همدیگر گپ زدیم، سوال جواب کردیم، هر دو مثال به همدیگر معقول هستیم. و من به همون دختر گفتم که نامرای پدرت رو یا مادرت رو به من پرتو. نیتی من مثال عشق ورزی و استفاده کرده پرتافتن نیست. من جدی هستم برای ازدواج کردن، برای عروسی کردن، خواستگار نفرستم. بعد دختر نامرهای چی رو مادرش رو پرتوف گفت که با پدرم زنگ نزن که پدرم کمی آدمی خیلی خشمگین با مادرم گپ زنیتون. تلفن با مادرت یکی مادری تو که مادری من گپ زنم. بعد من دختر پرسیدم که بعد تو گفتم ایتونی که من همین بچه انتخاب کردم، همین معقول است برای من راضی هستم که این بچه ازدواج کنم، عائله برپا نمایم. این دختر 17 ساله است. دختر 17 ساله است. بعد حالا سوال در اینجا است که من زنگ زده چی گویم برای اونها؟ اونها که این دختر ما از اینترنت یافتگی است. نه همون مادرتونه چه خیلی که گفته است بهترین راهش همون مادرتون زنگ میزند و بعد مادرتون و پدرتون میرد خانه‌شون. اول تلفنی گپ میزنن. ما شنیدیم همین خیلی دختر داشتید میگن چه از یک شناسه ما میرن همین خیلی توری است چون که شما شناستون هستید شنیدن واقعا که دختر داشتین همین خیلی بهترین راهش وقتی که از اینترنت یافتیم میگن این بله چی است دخترشون گشته جمع میکنن که تو چه خیلی شناس شدی گفته بنابراین یعنی پدر و مادر فرستانید خواستگاری رو ما فهمیدیم که دختر داشتید. تمام بله درست است، فهمیدم. از کجا یافتید؟ میگن کابنده جوینده یابنده هست. تمام دختر داره آدم و کافته یافته میبیاد. تمام اون معنای مردم گپش هم درست است که مثلا دختری ناز در اینترنت نمیشیند به این معنا که دختری ناز اصلا اون روز به نمیرسد. غالبا اگر دختر صالحه تربیه یافته باشد آدمو طلا کرده میگیرن اگر آدمای مناسب باشد. اگر یعنی هم معناش لیکن اکن حاضر مثال تاجیکا پراکنده شد پیشتر همه ما در یک دهه بودیم همه محلش زن میگرفت بیرونی محله زن نمیگرفت. حتی اون مردم یک قوم دارند که دختری ناز از محله بیرون نمیبرد چون که دختری ناز اهلی محله میدونن ناز است حرکت کرده تیز میگیرن. دخترای گنده اهلی محله نمیگیرد چون که میدونن که کی است بنابراین از شهر از دیگر جاها اومده کلین کرده میرون. لیکن حال زمانه با کمک که دیگر گذرد الکی شما دیگه همه رو نمیشناسد. یگانه راه با همین اینترنت میشد. یعنی 100% خیلی گفته نمیشد دختری گنده در اینترنت میشیند گفته هم نمیشد. شاید آینده زنگیری پور به طریق اینترنت شود. مثلا بعضی سایت ها هست من مسلمان هایی که مسلمان های اروپا، مسلمان های افریقایی، امریکای جنوبی، امریکای شمالی، کانادا، استرالیا، نوزلندیا، همین مسلمان های همین طرف ها که نو مسلمان شده که اینا اگجا میدونن چوهری مسلمانی نغزه در محلش اینا مجبور در اینترنت جستجو میکنن چوهر مردای ممخیر. یعنی 100% اینگه گفته نمیشد که زنی که در اینترنت یافتی گنده هست گفته نمیشد. شاید ناز باشه. بله برادر تمام کردید؟ بله سوال تمام شد. تشکر زیاد. سلامت باش.